رجب علی آدینف رئیس پیشین شرکت امید 88 اینجا پشت سر من در بیمارخانه یاری تجلی شهر دوشنبه بستری است. او را 2 هفته پیش به اینجا آوردند و جراحی کردند. منصور جان عمرov سردار اداره زندانهای تاجیکستان امروز در صحبت با رادیوی آزادی گفت که رجب علی آدینف را با زخم معده به اینجا به بیمارخانه یاری تجلی آورده بستری کردند. منصور جان عمرov گفت که وضع سلامتی او فعلا خوب است و قرار است روزهای نزدیک رجب علی آدینف را دوباره به زندان برگردانند. نزدیکان رئیس پیشین شرکت امید 88 از صحبت با ما خودداری کردند. یکی از نزدیکان او برابر شنیدن سوال ما گوش را گذاشت. اما یک پزشک این بیمارخانه که از احوال رجب علی آدینف آگاه است در صحبت با رادیوی آزادی گفت که رجب علی آدینف سالهای پیش درد معده داشت و این بیماری او در زندان خروج کرده است. این پزشک گفت که وضع سلامتی او هم فعلا خوب است و رجب علی آدینف یک جراحی را پس سر کرده است. رهبر پیشین شرکت امید 88 در تاجیکستان یکی از کمترین زندانی هایی است که برای طبابت از زندان بیرون آورده شدند. رجب علی آدینف ماه اکتبر سال 2017 بعد آن دستگیر شد که از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان تحت تنقید قرار گرفت. او بعداً به 28 سال زندان محکوم شد. در آغاز رجب علی آدینف را به برنگرداندن 171 میلیون سامانه پول نیروگاه راغون ایبدار میکردند، ولی بعداً به پرونده او اتهام‌های اسرافکاری و دزدی اموال دولتی نیز اضافه شد. هرچند نزدیکان او بارها به رسانه‌ها گفتند که رجب علی آدینف وعده داده است که در عوض آزاد شدن از حساب فروش اموالش قرض راغون را برمیگرداند، اما مقامات این درخواست را قبول نکردند. اخیراً مسئولین خدمات اجرا گفتند از حساب فروش اموال شرکت امید 88 42 میلیون سامانه پول نیروگاه راغون را برگرداندند. شرکت امید 88 یکی از 3 شرکت اساسی وارد کننده مواد سوخت به تاجیکستان بود و در پی بازداشت رهبرش این شرکت هم دیگر تقریبا از بین رفت. بازداشت رجب علی آدینف از آغاز در رسانه‌ها یکی از پرونده‌های پر سر و صدا بود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.